ما خب به خاطر 24 اسد خوشحال هستیم، به خاطر از اینکه سر تا سر امنیت است. به فضل خدا الحمدلله شکر دولت اسلامی است. هر طرف که ما میریم تکسیونی میکنیم. وقت ما بعد از شام جای رفتن نمیتونستیم، حالا الحمدلله هر طرف ما تا 10 بجه شب، 12 بجه شب، 1 بجه شب، 2 بجه شب باشه ما آزاد دریوری میکنیم. هر طرف که بریم نه احساس خطر سر خدا میکنیم، نه احساس خطر مال خدا میکنیم، نه از جیب خدا نمیکنیم. وقت که بودک ما به خاطر مال خود، جیب خود، سر خود ما وقت کار کرد تا وقت کار کرده نمیتونیم. حالا میتونیم که تا هر وقت شب کار کنیم، اگه بسته شب ما کار کنیم، در طرف بریم. فضل خدا امنیت سر تا سر است که الحمدلله وضعیت وطن ما بسیار خوب است. خدا همت و آرام و آسوده کل مردم داشته باشن، خوش و خوشحال باشین، زنده باشین. زنده باد افغانستان.